هدف سفر آقا محمود به عراق چی بود؟ آقا محمود یه اعتقاد داره که خیلی عجیبه، هم عجیبه هم غریبه، هم عجیبه هم غریبه. همینم معجزه 1003 کرده، همین سومش کرده. اون اعتقادم اینه که میگه چهره من مثل قالیلی نه، قالی کرمونه. چیه قالی کرمونه؟ هر چی بیشتر میره زیر مشتلگر قیمتش بیشتر میشه. اینجاست که قیمت میاد رو قیمت، قیمت رو قیمت. اگه شما هم اکتراف داشته باشین، همین آقا محمود بیشتر نور چهره چکش خوردهشو میخوره، چکش خوردهشو میخوره. وگرنه اگه این چهره رو نداشت که دیگه رئیس جمهور نمیشد. رئیس جمهور نمیشد. خلاصه هدف از سفر به عراق هم چی بود؟ همین بود. شما کلمبیا رو به خاطر بیار کلمبیا رو بیار. کی مجبورش کرده بود بره؟ کی مجبورش کرده بود بره؟ هیچکی. فقط اعتقاد به این قالی کرمون بود که بره اونجا بشینه بخوره. جالب اینجا بود که در مدت حضور آقای احمدی نژاد در بغداد هیچ انفجاری رخ نداد. بابا تو دیگه کی هستی؟ چه انتظارایی داری بابا؟ یه سپاه قدس که بیشتر نیست، ننه مرده هم باید حفاظت آقا محمود بکنه، هم باید شامو بده، هم نهارش بده، هم تو جلسات آقا محمود شرکت کنه، هم باید شیرینی بپزه، هم خود آقا محمود رو خوش کنه. خلاصه آقا محمود نیاز داره دیگه به انفجار نمیرسه که بدبخت تازه بعد از این همه خدمت تو مبارکه آقا، مبارکه. منظورم که تو لیست تروریستی هم هست دیگه. توقعاتتون رو بیارین پایین آقا. یعنی چی؟ بله. آقا محمود رفت عراقی چرخیده، هرچی نفت و چاحش بود اون دزدیده. آقا محمود رفت عراقی چرخیده، توی استراتژی اون حی تجدیده. عما یکی سر راحش پیچیده، دم محمودو گرفته از تحشیده. عما یکی سر راحش پیچیده، دم محمودو گرفته از تحشیده. کارش با بمب و موشک پیش نمیره، کارش با بمب و موشک پیش نمیره. مثل خر توی گل گیر کرده و درگیره. آقا محمود رفته عراق هی چرخیده. آقا محمود